سوره‌ای که در زندگی دینی و فرهنگی مسلمانان اهمیت فراوانی دارد، زیرا اصول اساسی دین یعنی توحید، نبوت و معاد و همچنین نیاز به عشق و دعا را بیان می‌کند. اول این سوره ستایش، مابین آن اخلاص و پایانش نیایش بی‌واسطه با خدا و نوع آموزش سخن گفتن بی‌واسطه با خداست. 7 آیه سوره حمد هر کدام به مطلب مهم اشاره دارد. بسم الله سرآغاز است برای هر کار و کمک خواستن از ذات پاک خداوند در آغاز هر کاری را به ما می‌آموزد. الحمدلله رب العالمین درس است از بازگشت همه نعمت‌ها و تربیت همه موجودات به الله و دقت به این حقیقت که همه این نعمت‌ها از ذات پاکش سرچشمه می‌گیرد. الرحمن الرحیم این نکته را بازگو می‌کند که اساس خلقت و تربیت و حاکمیت او بر پایه رحمت و رحمانیت است و محور اصلی نظام تربیتی جهان را همین اصل تشکیل می‌دهد. مالک یوم الدین توجه است به معاد و سرای پاداش اعمال و حاکمیت خداوند بر آن دادگاه عظیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید در عبادت و توحید در نقطه توکل انسانها را بیان می‌کند. اهدنا الصراط المستقیم بیانگر نیاز و عشق بندگان به مسئله هدایت و نیز توجه است به این حقیقت که هدایت ها همه از طرف خداست. سرانجام آخرین آیت این سوره بیان روشنی از صراط مستقیم، همان راه کسانی که نعمتهای خداوند به آنها عطا شده است و آنها از مورد غضب شدن و گمراهی جدا هستند. سوره حمد مانند دیگر سوره های کوتاه پایان قرآن کریم یک سیاق دارد. در وصف این سوره سخنان زیادی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل شده است. این سوره فاتحه الکتاب نامیده می شود، یعنی سوره ای که کتاب با آن شروع می شود و این یگانه سوره ای است که در آن ما با خداوند سخن می گوییم. در همه سوره ها خدا با ما صحبت می کند، اما در این سوره از آغاز تا پایان بنده با خدا صحبت می کند. خداوند در این سوره طرز ارتباط گرفتن با خودش را به ما آموزش می دهد. ویژگی خاص این سوره است که در نمازهای فرض، واجب، سنت و مستحب خواندن آن را واجب کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. در میان همه مردم جهان رسم است که هر کار مهم و پرارزشی را به نام بزرگ از بزرگان آغاز می‌کنند. از میان همه موجودات تنها موجودی که ابدی و به پایان میباشد خداست و به همین دلیل باید همه چیز و هر کاری را با نام او آغاز کرد و در سایه او قرار داد و از او درخواست کمک کرد. از این رو در اولین آیت قرآن کریم میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. این کار نباید تنها از نظر نام و ظاهر باشد، بلکه باید از نظر حقیقت و معنی با او پیوند داشته باشد، زیرا این ارتباط شخص را در راه درست قرار می‌دهد و از هر نوع گمراهی دور می‌کند. از این رو کاری که با نام خدا آغاز شود به پایان می‌رسد و پربرکت است. در حدیث معروف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم هر کار مهمی که بدون نام خدا آغاز شود به پایان و ناتمام است. الحمدلله رب العالمین، ستایش مخصوص خداوند که پروردگار جهانیان است. حمد در زبان عربی به معنای ستایش کردن در برابر کار یا صفت خوبی است که با اختیار انجام می شود. یعنی هنگامی که کسی آگاهانه کار خوب انجام دهد و یا صفتی را برای خود انتخاب کند که سرچشمه اعمال خوب اختیاری است، ما او را حمد و ستایش میگوییم. کلمه رب در اصل به معنای مالک و صاحب است، اما نه هر صاحبه، بلکه صاحبی که عهدهدار تربیت و پرورش می باشد. دقت در این سیر تکاملی موجودات زنده و تحول و دگرگونی های موجودات بیجان
و فراهم آمدن زمینه‌های تربیتی موجودات و دقتی که در خلقت هر یک از این موجودات به کار گرفته شده است یکی از بهترین راه‌های خداشناسی می‌باشد. هماهنگی‌های در میان اعضای بدن ما است که بیشتر بدون آگاهی ما برقرار می‌باشد. یکی از نمونه‌های زنده آن است. چی کسی این هماهنگی عجیب را در این لحظه حساس و با این سرعت در میان همه ذره‌های وجود انسان ایجاد می‌کند؟ آیا این پرورش جز از جانب خداوند عالم و قادر ممکن است؟ کلمه عالمین جمع عالم است و عالم به معنای مجموعه است از موجودات مختلف که صفتهای مشترک و یا زمانها و مکانهای مشترک دارد. مثلا میگوییم عالم انسان و عالم حیوان و عالم گیاه و یا میگوییم عالم شرق و عالم غرب، عالم امروز و عالم دیروز. به همین خاطر عالم خود به تنهایی معنای جمع دارد و هنگامی که به صورت عالمین جمع می شود اشاره به همه مجموعه های این جهان از موجودات بیجان تا جاندار است. به همین خاطر عالم خود به تنهایی معنای جمع دارد و هنگامی که به صورت عالمین جمع می شود اشاره به همه مجموعه های این جهان از موجودات بیجان تا جاندار است.